سلام، خوش اومدین به چنل قراره که بریم ارزون ترین و گران ترین غذاهای کرمانشاه رو تست کنیم و بهتون بگیم هر گرونی بی دلیل هست یا نیست یا نیست. بریم ببینیم. منم شروع شد. سلام بچه‌ها. منم گیمیام. لازم معلومم نیستم. اول بگو می‌خوایم توی ویدیو چیکار کنیم. تو ویدیو می‌خوایم مادر اسنافود رو زیارت کنیم. در نفرین زیارت اتفاقا اسنپ فود خواستم این چیزی بگم گفتش نگفتم. نگاه کن میان اینجا گران ترین سوشی دنیا. سوشی هم گران ترین. با یه سوشی ساده بگیر دیگه. قد هزینه زیاد نکن. هزینه زیاد داداش. دیگه حدی. درد و نفرین چی شد؟ رفتیم درگاه پرده. ایول. اعمال شد؟ چه شد؟ نه 428 شد، خیلی دوره فکر کنم. 428. آره. آقا چیکار رمزینت هم بذارم؟ چه شد؟ بچه‌ها این که اینجا می‌بینید. شوال آریانو بیار بیرون. تک الان این زنگ می‌زنه. خودکاره. این کفدار است. سوشی امروز تموم کردیم، لطفاً تو چقدر نمکی. من میگم بزن به چاک. گلاکی میکشم. بیدی دو نان سفارش رول مخصوص نان سنگک. سوشی و نان سنگک. سرنوشت این جدایی جهت نروژی. مایونز ژاپنی مایونز ژاپنی جپنیز مایونز. زبان تازه یاد گرفتی؟ مدلینگ صحبتمون اینه و چند درصد چه باید داره به واقعیت؟ ارزم می‌خوای از کجا سفارش بدی؟ 80 میلیون داری دوربین. آره باید خب روز واش ستار بزن. بهترین فوکوس کشم. شغل چیه شما؟ شد فوکوس کشم. کنخ دست او بود جادو کنم اینجا همینجا. نگاه کن عکس یه تیتا الان میارم، جادو میکنم میره تو جیب آرسان. واحد میشه بشه. نگاه بعد تو جیب آرسان برو ازش بگیر. در جیب تو چیزی هست که تیتا هم نیکن. آنباکس تیتاب حرفه‌ای با بروبکس. نادریه تیتاب فیک. نادری نانی اصلا پریز پرید بیرون. یک داده بهش چند میدی؟ توصیه‌ای برای بچه‌ها نداری؟ فقط بخورید. وقتی تریدر آمدی جمع. نگاه تریدر مملکت ضرر، همش یه ضرر. ویدیو ترید نکنین آقا. مگه تریدای حرفه‌ای با ارباب. شمارت هم افتاد ولی شماره تماس افتاده مال اینه. باید تاریش مال کنی. حالا این زنگ میزنه، زنگ بزنیم بهش مزاحم تلفنی. ساعتی 30 هم عموش تو ابگربه‌ای. نمک‌های فری سودیوم. 80 تومن داریم دو سیخ کوبیده با برنج و گوجه. کوبیده یه 40 تومن 50. اوه چه جذاب. خوبه دیگه، خوبه. شد چقدر؟ 250,000 تومن؟ مگه چه سفارش دادی؟ سفارش دادیم. یک کوبیده 2 سیخ، 2 تا هم جوجه. چقدر به میلیون توف کنم تو صورتش؟ 100 تومن نقدم میانم شد. نه تک تومن زیاده. توف گو بقیه‌شو برم پس میدی. خب بیاییدم جایزت. اینم پول دیشب برو عشق. نه انداختم تو ساکت. اونم دیگه با گیووی میاد برات. اگر 100 تا 1000 تا کامنت خور اینو گیوی میکنم. نه 100 تا نه 1000 تا 1000 تا کامنت خور اینو گیوی کنیم. قبل خوردن سوشی هر کی نظر خودشو بگه. نظر چه در مورد سوشی؟ سوشی به نظر مزه سبزی پلو میده با ماهی. قرار ضربه بخوریم. تو بگو. هیچ نظری نه. تو چی میگی آقا معلم؟ خودت چی میگی پسر جون؟ چقدر کوالیتی داره این ویدیو. من از اونجایی که ماهی هم بدم میاد به تو مثلا سوشی هم بدم میاد. ماهی دهاتی لطفا صحبت کن درست.
کانتنت شادی بیت هندی بابا بیت با گوشی موبایل کجا ایرین با اسپیست اف ای سرد و گرم زندگی آخره یه تلاش دیگه مود با بهش بدید میاو میاو نگاه گربه بازی وقتی معلم ها فیلم برداریم آخرین تلاشش هم نشد اینم کشفتم خیلی کوچولوه باز کو درشو بزنی چاپستیک هم نداره درشو باز کو چند درصدش باید داره به واقعیت دو سه ریخته بذار آموزش بدم چجوری وایسا اون یکی بیاد بعد خیلی ضعیفه این بلاگ ضعیف ترین فود تیستر ایران هام خورن اینجوریه بده من پاندای کنفو کار الان میاره با نیاری روی بالا فقط اونو باز برنجو ها فقط برنج بذار برنج میده برو نفر دوم شکل ترخینه او حرفه‌ای رفت چینیه یارو آقا خیلی من بد مزه است بدش من قرمز شد Oh my همرنگ لباس دوستت شدی پسر وای رفت تو مناطق من واقعا 300 تومن رفت پاکت نشه بابا ریدم تو چاپستیک اینجوری کس بدن نه اینو باز کن چه بد مزه بود بدش من با بزنش تو مزه برنج و سس مایونز میده خیلی بد مزه است نه بزن ولی چه بوی بدی میده نوش جان میگم از برنج نظر چیه تو بخور یه دارم بخور حالا تستش مجانیه خوبه دوست نداری نخور افتضاح است بده یکی دیگه بخورم برنج و مایونز و مرغ نه جدی خوب بود نه بو اونقدر میده بد نیست، فقط فقط بوش بده. نگاه داره فیلم بردار از دیوار نوکر هم در هر چیز برمی‌دارم این آبش هم میدیم آقا میساقی بخور آب؟ ای یک داده نمره بدیم بهش ای یک داده چند میدی؟ 6 5 نه چند میدی تو؟ 75 صدم شما چند میدی آقا میساقی؟ آبش هم دادیم 0 نخورد آخه بعد وقت تو بگو یکم از برنجاش خوردم خیلی بو میده خیلی بو میده بو ماهی قشنگ بو شدید ماهی میده البته شاید از اونجایی سس که ما مایونز. خریدیم اینجوری بود ولی خب دیگه گرانترین بود لرز کرد هونده سوختم خب اینم بچه‌ها کبابای ترین مفت غذایی که که خریدیم. خیلی فقط مشکلمون اینه که لیوان میگم لیوان عاشق نداریم عاشق نداریم. ما دو تا سفارش دادیم قراره با دست بخوریم بولی هم داره هولی شیت قوی قویه من 80 تومن ها دو سیخو 80 تومن این اینم 80 تومنه اینم 80 تومنه بسم الله الرحمن الرحیم کجایی نسبت به قیمتش خیلی خوبه دلتون نخواست کباب به راه فوشیه بگیره خیلی 300 تومن 80 نگاه اینجا کره چقدر بدم اینه یه راست میری بالا اینو بدید اینجوری من اینو 40,000 میدی برو میدی بده من. سر جوجه 9 جوجه 9 خاطر قیمتش آره خیلی هم خوب نبود ولی خوب قیمتش رو در نظر نگیریم 4 و 5 هم بزرگ اینجوری مزه کمربند میده سلامتی این میگن وینگز سلامتی پروردگار دومی چند تومن نه 40 تومن کافیه داداش
بره ندید خوبه از این فرش هم میدیم خیک میخورم بذار این چی لقمه مرکب بهش میگن صاف بگیری سبز کبابه بگیر زوم کن نگاه سبزه زوم کن گوشت از خیلی یه کمی سبزه اسقلاب سبزیجات و اینا مهره اینجا حال گوشت حال بابا نریز تو ساکه این ساکه رو گیوه کنیم سلام با سلام خدمت شما مجری توانمند و همه عوامل خوب شبکه 5 برنامه برخط شد. درود بر شما.